سه تا توسل داریم. این سه تا توسل در اهل سنت شرعی، توسل چهارم بدعته و حرامه از دیدگاه اهل سنت. اولین توسل به نامهای پاک خداوند و صفات علیای خداوند. یعنی چطوری؟ یعنی تو وقتی میخوای دعا بکنید دستتو بلند میکنید، بعد میگی که اول نامهای خدا، صفات خدا رو یکی بعد از دیگری میشمارید. اونقدر میشمارید تا احساس بکنید حالا چه؟ اون رابطه برقرار شده، حالا به هم نزدیک شدید، رابطه برقرار شده، تو یک حالت معنوی خاصی عظمت خدا و صفات خدا و نامهای خدا تو ذهنت، تو حافظت، تو ذاکرت، تو دلت جا گرفته به بزرگیش، حالا میطلبی. خداوند میفرمایند ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله دارای اسمای حسناست، 99 تا اسم. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده هر کسی این 99 تا اسم رو بشماره، 1 2 3، نه اینکه همینطوری بگه، منظور از شمارش یعنی این که جزء برنامه زندگیش باشه، معانی این 99 تا اسم بفهمه و به مقتضای این 99 تا اسم عمل بکنه. دخل الجنه. اصلا یه اشاره بکنم به این 99 تا اسم. چرا خداوند 99 تا اسم؟ شاید هم بیشتر داشته باشه. به تعبیر دیگر خوب دقت بکنید دوستان، به تعبیر دیگه 99 تا کانال برای رسیدن به خدا. تو وقتی میگی که ای علیم دانا علمنی، یعنی از کانال علم داری وارد میشی. وقتی میگی که یا رحیم ارحمنی، از کانال رحم خدا داری وارد میشی. وقتی میگی یا غفار اغفر لی، یا ستار استر عیوبی، یا منان من علی، یا کریم اعطنی. اونقدر راه های رسیدن به خدا متعدد و زیاد و بیشماره که از هر راهی و از هر کانالی میشه به خدا رسید. بعضی ها فکر میکنن فقط از یک کانال، اونم نماز خوندن 24 ساعت نماز زیادی هم در غیر وقت نماز، جابجا کردن برنامه ها از پیش خودت کار درستی نیست. پس راه های رسیدن به خداوند بعضی موقع دست یک عاجزی، ناتوانی، نابینایی گرفتن از این طرف و اون طرف. پس اول چه دست رو بلند میکنیم؟ اولین نوع توسل به خدا، به اسمای پاک خدا و صفات برتر خداوند. اول چه اسمای خدا رو ردیف میکنید، میگی که یا رحیم منو رحم کن، یا رحمان منو رحم کن، یا ارحم الراحمین به من رحم کن، یا غفار مرو بیامرز مغفرت نصیبم کن، یا علیم به من علم بده، یا حکیم حکمت نصیبم کن. یعنی صفاتی که و اسامی و خواسته تو با هم تناسب داشته باشه. این خیلی نزدیکتر به استجابته تا این که همینطوری دستت بلند بکنی یا نکنی به من بده خدا. نه، ادب باید رعایت بکنید. القاب خدا رو بگید، علیم و حکیم. خدا دوست داره، خدا دوست داره که بندش صفاتشو، اسماشو یکی بعد از دیگری، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا الله، یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم. بعد خواستتو بگو.